هر کسی کارهای فحش دیگران را نواربرداری کرده در شبکه ها پهن کند یا هم تو آوازه کند که فلانی فاحشه است و فلانی با زن فلانی زنا می کند، در گناه همان زناکاران شریک است. گناه همه آنها برابر است. در ادب المفرد امام بخاری و شعب الایمان امام بیهقی آمده است که حضرت علی رضی الله عنه می فرماید گوینده کار فحشا و پهن کننده آن همه در گناه برابرند. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.